سلام، من امیرم. اینجا چنل یوتیوب آسمان شبه. امروز اومدیم با یه آنباکس دوربین دو چشمی، ولی این دفعه خیلی فرق داره. دوربین برسر مدل ناتیک 750، یه دوربین دریانوردی. می‌بینید که باکس خوشگلی نیست، چون این دوربین خیلی فرق داره. بریم سراغ آنباکسش. طبق معمول کارت گارانتی، دفترچه‌های راهنما، بند شانه‌ای دوربین برای حمل راحت‌تر، و این بند هم ساختش فرق میکنه چون جوری ساخته شده که از غرق شدن دوربین جلوگیری کنه. بند حمل کیف، پد مخصوص تمیز کردن دوربین که روش برسر هک شده. میریم سراغ خود دوربین. یک کیف برزنتی برای حمل راحت‌تر دوربین داره و حالا خود دوربین. ناتیک 750 دو تا درپوش روی چشمیا داره و به همراه دو تا درپوش کاملا سفت و محکم برای روی عدسیه. داخل این دوربین یک قطب‌نمای چراغدار تعبیه شده که جهت جغرافیایی رو داره کاملا به شما نشون میده. بزرگنمایش 7 برابره و قطر عدسیش 50 میلیمتره و مناسب برای استفاده توی دریا و همینطور آبهای متلاطمه. میدان دیدش خیلی بزرگه، 136 متر در 1000 متر. این دوربین هم مثل بقیه دوربین‌های برسر با گاز نیتروژن پر شده. بدنه این دو چشمی فوق‌العاده مقاومه و در مقابل ضربه و افتادن تقریبا هیچ آسیبی نمی‌بینه. این دوربین نیازی به فوکوس نداره. این دوربین 1 کیلوگرمی یه قابلیت جالب داره. دکمه‌ای رو اون تعبیه شده که شما با زدنش موقعی که دارید به جایی نگاه میکنید فاصله شما تا اون نقطه رو به شما میگه. توی قسمت جلوی دوربین یک فضای تعبیه شده که دو تا باتری ساعتی درونش قرار میگیره و قابلیت فاصله سنجی نیروش رو از طریق این دو تا باتری دریافت میکنه. برای سفارش و تهیه این محصول میتونید از طریق وبسایت آسمان شب به نشانی telescope.ir و یا اینستاگرام آسمان شب به نشانی nightsky.ins اقدام کنید. خیلی ممنون که این ویدیو هم همراه ما بودید و ویدیو رو لایک میکنید و همینطور چنل رو سابسکرایب میکنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.